مقامات شهر نارک در جنوب تاجیکستان میگوید با گذشت یک ماه تا حال جسد دختری که باور میرود وقتی سیلفی به دریا افتاده غرق شده است پیدا نکردند. حالا جستجوها فراتر از مرز این شهر آغاز شده است. نشانه عمر و خواننده صنف نهم مکتب میانه رقمی 3 شهر نارک شام 26 اپریل همراه یک همصنف و دختری همسایه‌اش میخواست عکس خود را در ساحل آبهای پرشور وخش به تلفن بردارد. در نتیجه لغزش پایش به دریا افتاده غرق شد. این اولین حادثه مرگ یک نفر در تاجیکستان به هنگام کوشش گرفتن عکس سلفی می باشد. مسئولین میگویند که احتمال طریق آب پرتوها گذاشتن جسد به رودخانه ناحیه یابان و سربند وجود دارد. جستجوی جسد در کنار بحر نارک نیز ادامه دارد. حسینوف سردار اداره حالتهای اضطراری شهر نارک روز 26 می در صحبت با رادیو آزادی گفت برای که هم بودو که جی برای هم رینین دارد اگر بودو که چی میشه پورتا و ازار تولیکی میشه بله برای که ممکن برای که تایی دریو چند تا موستوی پیشینه ممکنه آرماتورو که روز هم برمانده ممکن در همون تو برو کندن شد روز کدن شد ممکن. مسئولین اداره حالتهای اضطراری در شهر نارک میگویند متاسفانه در برخی حالتها جستجوی جسد تا 40 روز هم ادامه میکند. فیض‌الله حسینوف میگوید مارینه یکم دو در روزه دمیر اومد مارینه دیگه 20 روزه مارینه دیگه سیمش 40 روز دوای میشه وخی فایده مادامش نازنین ممکن وعده پتی وای دیگه بویوزی مستر رو دیگه ممکن چیز وعده پت گذاشتن شما ممکنه بود طرف یوگون وای داریم وعده در همین حال مادر و دیگر نزدیکان نیشانک شدیداً افسرده و ناامید شدند. تنها یک آرزو دارند که جسد فرزند ناکام خود را به خاک سپارند و یک اندازه آرامش روحی پیدا کنند.